سلامت ای خدا که سلامتی بده مرا، ای خدا نباید که سلامت بده مرا. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این جلسه ای را که در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح خیش قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. قبل از هر چیزی زلزله بزرگی را که در مغرب آمد و گردباد بزرگی را که از یونان سرزد و به لیبی رفت، بعضی از قریه ها را داغون کرد که اخبار خیلی هنوز زیر پوششش نگرفته. بعضی از قریه ها کلان از بین برده و به سوی مصر داری میره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که یکی از علامت های قیامت کثرت زلزله ها، فتنه ها، قتل ها، کشتار ها و مصائب خواهد بود و هیچ مصیبتی نیست الا فبما کسبت ایدیکم. ما اصابکم من مصیبت الا فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که به شما برسه نتیجه دسترنج خودتونه، نتیجه کار خودتونه. وقتی که کار به نااهلان سپرده میشه نتیجه کار خودمونه. وقتی کار به بی امانت ها و امانت ندارها و خائنان سپرده میشه نتیجه کار دست خودمونه. وقتی کار به دزدان و چه دزدان ولایت نام و چه دزدان غیر ولایت فقیه سپرده میشه نتیجه کار خودمونه. مصیبت ها رو خداوند الکی نمیفرسته، اینا پیامه و لیکن زبانش با مؤمنان غیر عمل کردش با کافرانه. اونا را میگیره، در اونا پیام میفرسته، بندگانش هستن. اندک خیلی در شما باشه به طرف خود جذبشون میکنه، لیکن با مؤمنان در این دنیا پیام بیشتر میفرسته، یعنی اینکه شما قابل علاجی، از من دور شدی بازگردی به سوی من. کافر رو رها میکنه بار خودش، یک بارگی میگیردش، سخت میگیردش به سوی جهنم. مؤمنو نه، مؤمنو مثل پزشکی که فرزندش رو جراحی میکنه. خداوند این مصائب را از سر مسلمان ها بردارد و با بازگشتشون به دین اونها را معالجه کند. که دو سه روز اخیر میبینید که مشکل فنی داریم. اول برنامه که من میام تا مشکل فنی شروع بشه روحیم به هم میخوره، نمیتونم آنطور که شاید باید به کارهای فکری برسم و هر کسی اینطوره.
برنامه ساز باید همه همغمش روی فکر و درس و برنامه باشه، ولی تقدیر خداست. خداوند چون این مقدر کرده بر ما هم راضی هستیم. بریم سوی کلیپ هاتون. این کلیپ رو بشنویم. دین ایمان مردم ایران بعد از 44 سال حکومت دینی. این حکومت دینی نیست. بیدین ها این حکومت دینی میدونن، لیکن این حکومت بددینی است که برای دین ضررش از بیدین ها 100 درجه بدتره. چرا؟ چون حکومت منافقانه، حکومت کسانی است که به اعتراف خودشون، به اعتراف علنی خودشون، به اعتراف کتبشون خیلی علنی، روشن، واضح، که 90% دینشون تقیه و دروغ و نیرنگه، به اعتراف خمینی ملعون و کلینی ملعون و خامنه‌ای ملعون و امثالشون، دروغ گفتن جایزه، افترا زدن جایزه، تهمت زدن به مخالف جایزه. مخالف هر کیم باشه، چه سنی باشه چه غیر سنی. یعنی این افکار نجس و پلید، اینها رو اسم دین دادن بزرگترین ضربه به خود دینه. یک مذهب ضاله، مذهب گمراه، و از روز اول هم که درست شده ببخشید بر علیه دین درست شده، بر علیه اسلام درست شده، بر علیه اسلام نبوی درست شده. اساس امامت بر اینه، اساس ولایت بر اینه. هر که اینو نفهمیده خودش نفهمه، هر که میخواد نفهم باشه بمونه. موضوع اینه. اما از وسط بگیم ما برادریم، ما خواهریم، ما فلان، اینا بازی های سیاسی است. این برادر خواهری ها. اول حقیقت رو بشناسید، بعد برادری خواهری درست کنید. الان بریم سراغ این کلیپ. ببینید که سردمداران تشیع چه بلایی بر سر ایران آوردند، ولی خود را در این دنیا به نانوایی رسوندند. همه همغمشون از دین و آیین و مذهب و اهل بیت و امامت و ولایت همین بوده و همین هست. از 1 تا 10 دین چقدر توی زندگیت پررنگه؟ هیچی؟ حاضر با یه آدم بیدینم ازدواج کنی؟ چرا که نه؟ با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ اصلا نمیشه کنار. نه. اگه اوکی ویدیو بذاری مثلا یه لایک نشون بده. حاضر دخترتون یا پسرتون با یه آدم بیدین ازدواج کنه؟ دختر خودش برای مشکل نداره. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ فکر نکنم. حاضر با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ نه 50-50. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ اصلا. از 1 تا 10 دین چقدر تو زندگیت پررنگه؟ 1. اوکی. حاضر با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ مشکلی نداره. حاضر با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ اینا همه چیز داره ها، یعنی مقیاس بندیش درست نیست. کلا مثلا فرض کن در چه شرایط ازدواج کنی، در چه شرایطی ازدواج نمی‌کنی؟ نمیدونم، سوال خیلی سخته. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. آها چطور؟ 1 تا 10 دین چقدر توی زندگیت پررنگه؟ 1. حاضری با یه آدم بیدین ازدواج کنی؟ با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. مرسی. اگر اوکی ویدیو تو بزنید یک لایک لطفا نشون بده. توی زندگیتون پررنگه؟ هیچ. حاضرین دخترتون یا پسرتون با یه آدم بیدین ازدواج کنه؟ آره. با یه آدم خیلی مذهبی چطور؟ نه. از 1 تا 10 دین چقدر برات پررنگه؟ الان رو بخوام بگم 3. حاضر با یکی که بیدین ازدواج کنی؟ آره. با یکی که خیلی اعتقادات مذهبی زیادی داره چی؟ نه زیاد. نه. واقعیت کشور همینه. اگرچه به سرشماری ها خیلی نباید اعتماد کرد. عقل و انسان خودش رو دست این سرشماری ها نده. هر که اینا گروه انتخاب میکنن دست این سر. لیکن واقعیت کشور همینه.
اطلاعیه دادن دیدار تمام مردم بلوچ سیستان و بلوچستان بیعت با حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه‌الله رهبر کل سلطنت ایران دوشنبه 20 شهریور. خب این خود اطلاعیه‌اش هم بخونم. فردا دوشنبه یعنی امروز 20 شهریور ماه بداشت بعد از نماز ظهر مسجد مکی جامع مکی. الان که شده، ولی خب خبر بدین که آیا واقعا چون دیداری صورت گرفته. اگر صورت گرفته بهترین جواب برای دیدار خامنه‌ای که به زور اینجا و اونجا مردم جمع کرده. آیا سفر خامنه‌ای در 20 شهریور به سیستان و بلوچستان خبر داری؟ آیا میدونی که قرار است چه اتفاقی رخ بدهد؟ پس حتما این ویدیو رو با دقت تماشا کن، شاید بشود الا یک واقعی قبل از وقوع کرد. البته این قبلانی که فرستادن دیروز به دستم رسیده. پیمان بهبودی سردبیر رادیو گیلان، همان کسی که فیلم‌های لواط آخوندها و کثافتکاری‌ها اینها را افشا کرده، این بار از نقشه شوم حکومت آخوندی که قرار است در 20 شهریور در زاهدان انجام شد پرده برمی‌دارد. ببینید برام چی میگه. قراره در روز دوشنبه کشته سازی بکنن. خامنه‌ای از اونجایی که الان چند ماه دارن با مولوی عبدالحمید صحبت میکنن که باش کنار بیان، یه جوری اون دیگه سکوت بکنه، به نیروهای خودش هم بگه که سکوت بکنید دیگه، بر علیه خامنه‌ای مثلا حرفی چیزی نزنید، که نتونستن نتیجه بگیرن. به همین خاطر خامنه‌ای میخواد یک بار برای همیشه به سیستان، چون الان خامنه‌ای اولین بار اول انقلاب بود فکر کنم بلند شد رفت اونجا، با اینکه الان سرطان داره، واقعا مشکل راه رفتن داره، اوضاع و احوالش بسیار بغرنج و به هم ریخته است، ولی یک بار برای همیشه میخوان برن اون مسئله انقلابی داخل سیستان و بلوچستان رو حلش کنن. چجوری حلش کنن؟ مردم خوب توجه کنید. قراره در سخنرانی خامنه‌ای برای مردم سیستان و بلوچستان که هیچ سیستان و بلوچستانی در اون جمع نیست، همه نیروهای نظامی بسیجی از استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان هستند. حالا شاید هم در درونشون هم افرادی باشن که از میگم بسیجی ها و مزدوران و این سپاهی ها و ارتشی ها و وابستگان به رژیم هم از سیستان داخلشون باشن که این دیگه بله طبیعیه، ولی بیشتر سازماندهی رو از این سپاه استان دارن انجام میدن. همه هم دارن از ارتش و از نیروهای نظامی با زن و بچه میارن و همشون هم قول دادن که در کارتاشون 1 میلیون تومان الی 2-3 میلیون تومان پول بریزن بابت این سفری که دارن میان. حالا 1-2 روزه خرجشون هم کشیده میشه و فال و تماشا. و جالب اینجاست حتی برای اولین بار دارن از چند تا شبکه خارجی هم دعوت میکنن. رژیم برای اولین بار دارن از چند تا شبکه خارجی هم، همین شبکه‌های عربی که من شدم العربی هم یکیشون هست، نمیدونم المنال کجا اینها هم دارن دعوت میکنن برای دوشنبه 20 شهریور. یعنی حسابی تدارک یک اتاق فکرشون تدارک یک برنامه عظیم رو طراحی کرده. خب قراره، یعنی تحلیلی که الان شده، این دوستان امنیتی ما با نشستن و گفتن که از نظر مایی که مثلا 30 سال تو اون سیستم کار کردیم و فلان اینها، اگر خروجی این تحرکات رو ببینیم اینها کجاها رفتن، چه کارها دارن میکنن، به صورت میدانی کجاها رو بازدید کردن، چرا برای زندان مرکزی زاهدان بند نمیدونم حبس ابدی ها و اعدامی ها برای مواد مخدر رفتن، به این نتیجه میرسیم. خب به این نتیجه میرسیم که اتاق فکر اینها این کار رو میخواد انجام بده. در روز سخنرانی خامنه‌ای اینها چند تا عملیات انتحاری داشته باشن. مثل کجا؟ مثل شاهچراغ. اینا شاهچراغ رو اومدن خیلی بولدش بکنن، دیدن نه مردم دیگه به اینا اصلا هیچ اعتنایی نمی‌کنن و فهمیدن دستشون رو شده. ولی قراره اینجا یک همچین کاری رو بکنن، یعنی کشته سازی بکنن. حتی این اطلاعات و اخبار رو نیروهای امنیتی و نظامی و مسئولین عالی رتبه استان سیستان و بلوچستان ندارن. چرا؟
چون اینها میخوان کشته سازی از بین مثلا حفاظت رده چندم که همین پاسدارها هستن از اونها بکشن، خب از مردم عادی بکشن، از زن و بچه و فلان. تو اینا چند تا حالا مدیر کل و معاون وزیری و کسایی هم که هستن اونها هم بگیرن. بعد بیان بگن چه شده؟ بگم سنی های سیستان و بلوچستان همین آدم هایی که تونتو هستند و دوربر جناب آقای مولوی عبدالحمید هستند اقدام به کارهای انتحالی کردن. چرا؟ چون رئیسشون که مولوی عبدالحمید باشه با جناب آقای خامنه‌ای مشکل داره و خامنه‌ای همونجا بیاد وقتی این اتفاقات بیفته نقش یک تارزان رو بازی کنه، نقش یک قهرمان رو بازی کنه، بگه مردم نترسید. یک سخنرانی اینجوری اول انقلابی که یک بارم تو اول انقلاب داشتیم تو نماز جمعه اون انفجارات، همون نمایش رو میخوان اینجا روز برای دقیقاً مظلوم نمایی بکنه، بگه جسم علیل و ذلیل دارم، سرطان دارم، من شما سنی ها و نمیدونم شیعه ها و اینها رو همه رو این برادر خودم میدونم، ولی نگاه بکنید چه بلایی بر سر مردم مظلوم ما آوردن، همه رو به خاطر خون کشوندن. و بعد بیان بگن حالا که این اتفاق افتاد و عزیزان ما از سنی و از شیعه و اینجوری به خاطر خون کشیده شدن، 5 روز عزای عمومی. مردم بزنید به سر و سینه خودتون، وا مصیبت ها که کشتند و زدند و جلوی چشمان آقا این همه عزیزان ما رو به خاطر خون کشوندن، که مردم باید بدانند و آگاه باشند تمام اینها زیر نظر خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ایه. تمام این برنامه‌ریزی‌ها اگر یک قطره خون روز دوشنبه از دماغ کسی خارج شد پایین آمد، بدانم که مسئول و مسبب اصلی شخص خامنه‌ایه و همه چیز رو هم خبر داره. بنابراین خامنه‌ای تا 100 بار کرج و قزوین و گیلان و اینها دعوت کردن، همش هم ما خبر داریم که گلپایگانی رئیس دفترش میدن آقا نمیدونم در بستر بیماری هستن، آقا نمیتونن، آقا فلان، آقا اینا رو نمیتونه. آقا چجوری میتونه بره سیستان و بلوچستان؟ چرا؟ چون از اول انقلاب زن زندگی آزادی تا همین امروز ما انقلابیون مردان با شرف، زنان با شرف سیستان بلوچستانی رو داریم که پای کار هستن، هنوز در میدان هستن و هنوز شعارهای خودشون رو میدن و در مقابل رژیم جنایتکار آخوندی ایستادن و هنوز نمایش قدرت دیگه. دقیقاً اینها میخوان الان نگاه تمام قوای خودشون رو جمع کردن، تمام کسانی که قرار دوشنبه زیر پای خامنه‌ای بشینن و به سخنرانیش گوش بدن همه مزدوران خامنه‌ای هستن، همه درجه دار و همه نظامی هستن با لباس مبدل. وقتی این نقششون لو رفته مردم بردن بعضی از اینجا اونجا شلگینان و بیشخصیت ها رو اینجا اونجا میکشن برای دیدار با خامنه‌ای. با زن و بچه هشون و همشون تکلیف کردن که یک بار برای همیشه شما باید یک جوری خودتون رو به شخص رهبری ثابت بکنید، پس با زن و بچه بلندشی به میدان بیان. این خامنه‌ای داره میره اونجا که برای یک بار برای همیشه اونجا هم تمومش بکنه. بعد 5 روز اون اتفاقا بیفته در روز دوشنبه، این کارهای انتحالی انجام بگیره، بندازن گردن سنی ها، منت بذاره خامنه‌ای بگه حالا اشکالی نداره فلان. تو این مابین بیان جناب آقای مولوی عبدالحمید رو ترور کنن، نه اینکه دستگیرش کنن، چون برنامهشون اینه، گفتن اگر دستگیرش کنیم ایشون عزیزتر میشه نزد این سیستان بلوچستان، نزد سنی های ایران عزیزتر میشه، یک قهرمان در بند میشه. پس باید هر طوری که شده بعد از این اتفاق تو این شلوغی ها، تو این 5 روز عزای عمومی، هر طوری که شده ایشون رو حذف فیزیکی بکنیم، جناب آقای مولوی عبدالحمید رو. بعد اون 5 روز عزای عمومی درست میشه کی؟ دقیقاً انقلاب زن زندگی، سالگرد انقلاب یعنی میشه 25 شهریور. اتاق فکر اینها با یک تیر میخواد 10 تا نشون رو بزنه. از این ور خامنه‌ای رو مظلوم میکنه،
خامنه‌ای بعد میاد همونجا دستور میده آها هیئت دولت فلان یه خالی هم به اینها بدید، یک آبادانی هم بکنید، سر مردم رو گول میماله، اونجا هم کشت و کشتار میشه از تیم حفاظتش که اون سپاهیای درجه پنجم هستن، اونها میمیرن. میگن نگاه کنید از خود ما هم زدن کشتن، فقط مردم نیستن. گوش بدید، یعنی چند تا برنامه رو اینها چند تا برنامه رو اینها دارن به صورت موازی و در کنار هم پیش میبرن. یعنی اتاق فکرشون الحق و الانصاف خوب برنامه ریزی کرده، ولی مردم، شمایی که الان دارید تصویر من رو میبینید، این پیام های من رو دست به دست به تمام مردم سیستان و بلوچستان برسونید، دارن دسیسه میکنن بر علیهشون. آمدن خامنه ای برای مردم سیستان و بلوچستان نیست. دست خامنه ای باشه تمام مردم سیستان و بلوچستان بالاخص سنی ها رو از دم تیغ میگذرونه. اینقدر کینه شطوری با اینها داره، چون در این 1 سال انقلاب زن زندگی آزادی همین آدم های با شرف سیستان بلوچستانی بودن که زندگی رو برای این خامنه ای تلخ کردند. هنوزم که هنوز بعد از 1 سال تنها استانیه که پای کاره و بعد از اون کردستان که هنوز به کف خیابون میان شعار میدن، هیچ ترسی هم از رژیم جنایتکار آخوندی ندارن، چون چیزی برای از دست دادن ندارن. 44 سال نگاه بکنید چه بلایی بر سر این مردم آوردن. هنوز بعد از 44 سال مشکل آب دارن، مشکل شغل دارن، مشکل یک زندگی عادی و ساده رو دارن و الان هم قرار دوشنبه منت بذاره سرشون، بره اونجا از همونها به خاک و خون بکشه. آخرش میگه 20 نفر بمیرن، 20 نفر هم بیان تو بنیاد شهید. حالا بنیاد شهید به کی داره حال میدی که حالا به اینها هم بده، اشکال نداره، ولی کشته سازی به نفع رژیم و به نفع شخص خامنه‌ای و بعد از اونم به نفع جناب آقای مجتبی خامنه‌ای میشه. من امروز آمدم این رو به شما بگم مردم هوشیار باشید. رژیم آخوندی به شدت از شما ترسیده، به شدت از 25 شهریور آمدن شما به کف خیابون ترسیده. در تمام جلساتی که همین جامعه اطلاعاتی استان شورای تامین استان‌ها دارن برگزار میکنن، از تهران دائما داره بهشون نامه‌های محرمانه میرسه که آقا نقاط ضعفتون رو برید بتوشونید، برید پیشگیری کنید، کسایی رو که احتمال 10% هم می‌بینید به کف خیابون میدن بازداشتشون بکنید، که الان هم می‌بینید ببندا رو دارن انجام میدن. ولی من وقتی تو این چند روز که این اخبار 20 شهریور، یعنی این سفر شوم خامنه‌ای قراره در روز دوشنبه سیستان و بلوچستان برسونید، دارن دست احتمال 10% هم میگید که خیابون میدن بازداشتشون بکنید، که الان هم میگید ببندا رو دارن انجام میدن. ولی من وقتی تو این چند روز که این اخبار 20 شهریور، یعنی این سفر شوم خامنه‌ای، بله خدا خیرشون بده که این نقشه رو بالاخره کشف کرده. دکتر بزرگوار مهندس حکمتیار میگوید احادیث وحی نیست، اجتهاد خود پیامبر است. چرا اینا که شما ادعا میکنید حرفای خودش کو؟ امکان نداره. مهندس حکمتیار آدم بی سوادی نیست که چون حرفی بزنه. پیامبر اجتهاد داره، لیکن احادیث غیر از اجتهاده و اجتهاد پیامبر هم وحیه، به این معنا که وحی تاییدش میکنه. به این معنا یعنی وقتی وحی دو نمونه، هم قرآن و هم سنت. مثلا اقیم الصلاة وحیه، چند رکعت بخونید، این هم وحیه، لیکن این در قرآن نیست، این در سنته. خب و پیغمبر اگه اجتهاد کرد و وحی نیامد، یعنی وحی تاییدش کرده.
میترسم که حکمتیار در ایران شیعه نشته باشه. نه چون حرفی نیست. حکمتیار شیعه شدن، حکمتیار آدم عامی نیست که. یکی شما ادعا میکنید این حرفا حکمتیار چنین میگه، حکمتیار چنین میگه، حرفاش خودشو اگه بیارید اون موقع آدم مطمئن‌تر میشه. استاد ماهوارمون شبکه شما رو نداره متاسفانه. میتونم سوالمو همینجا بپرسم؟ نه متاسفانه، چون من سوالها رو غیر از برنامه نمیتونم جواب بدم با کمال تأسف. اگه شما ماهواره دارید، ماهواره 11 12 49 رو بگیر باید بیاره. آقای سلطان سلیم، خون شهیدان را فراموش نکنید. قاتلانی که در مدت نیم ساعت 100 نفر را به فجیع‌ترین وضع کشتند، عکساشون پیام شما را از موبایل بخونم بهتره. قاتلانی که در مدت نیم ساعت اونقدر 100 نفر را به فجیع‌ترین شکل به شهادت رساندند و هرگز پاسخگو نبودند. این بار با کمال پررویی خانواده شهیدان را برای دلجویی به تهران فرا خواندند تا قدرت خود را در برابر ملت و شخص شیخ حسین مولانا عبدالحمید به رخ بکشانند. خامنه‌ای در این فکر نباشد که چند لگور بدبخت به دعوت رئیسی رفتند. آنها کسانی بودند جیر و خور. هر کسی که دعوت خامنه‌ای قبول کند بی احترامی به خون شهیدان کرده و پشت به خدا، چون که خامنه‌ای خود را خدای دیگران می‌داند. فراموش نکنیم اونا که شهید شدند فرزندان بلوچ هستند و هر کس ایمان نداشته باشد از دجال پیروی می‌کند. پس مواظب ایمان خود باشید تا خداوند از شما خوشنود شود. دور نگاه کنید، جلو پامو نگاه نکنید. این دنیا راه درازی داره. بدرقه خمینی به سمت تهران. این فیلم هیچ زمان در ایران پخش نشد. چقدر خونخواره. رفیق همراهش رو کشت. پیامبر منافقان رو نکشت تا مردم نگند که پیامبر اصحابش رو میکشه. ایشون نزدیکترین رفیقانش رو کشت. درست مثل خامنه‌ای. خامنه‌ای هم شاگرد اونه. Now if you keep quiet, please. Now well, if you keep quiet, you'll hear me. Now that Ayatollah has made the following statement,
the occasion of his departure. Now that after 4 months of my temporary stay in France, I am living here to serve my country, I found it necessary to thank the French government for providing security measures and freedom of expression for me, and to thank the honorable French people and our neighbors. Et c'est nécessaire que je remercie le gouvernement et le peuple français. N'oublie pas آقا شما خودتون مگه فرانسوی بلدید؟ ما که چیزی از این فیلم نفهمیدیم. خطرناکترین ویروس بدون هیچ گونه علاجی که به وسیله دولت مردان غربی سرکردگی آمریکا و انگلیس و فرانسه برای نابودی کامل ایران، همچنین کشورمند که بخصوص همسایگان اسرائیل به طرف ایران، آن کشور ایران از کشور فرانسه بدرقه می شود. بله این حرفتان درسته. جمع آوری اشک شیعیان توسط حضرت زهرا، دروغا رو نگاه کنید. حضرت زهرا ظرف‌های از یاقوت را در زیر چشم گریه کنندگان حسین قرار میداد. بعد از اینکه اشک این چرندیات رو نگاه کنید. مادر ما زهرا چند نفر جمع میشن دور هم گریه میکنن، ظرفی از در رو یاقوت داره با قد خمیده میاد داخل روزا، این ظرف رو میگیره زیر چشم گریه کنم، این اشکا رو جمع میکنه. شیخ مفید با دست شکستش این اشک رو میبره به زخمای حسینش میباره. اشک جمع کنه. اشک جمع کردن کار یعنی کار عاقلانه. حماقت را ببینید چه کار میکنن باشه. حماقت نه حد و حدود نداره. Here, anything is possible, as long as you can imagine it. And that's what makes Orlando خب بریم جلوتر. اگر کسی گفت من سنی ام نه وهابی، ازش سوال کنید ابوبکر و عمر سنی بودن یا وهابی؟ تمام همین امروز خامنه‌ای دجال از وحدت شیعه و سنی حرف زده. اصلا بهش اعتقادی ندارن، دروغ میگن. اگر راست میگفتن این آقا چی میگه؟ چرا محاکمش نمیکنن؟ تفکراتی که امروز سنی های تندرویی که به اسم وهابیت مشهور شدن دارن اجرا میکنن، ریشه تفکرات دست ابوبکر و عمر است. پس وهابی هم این سنی است، الا اینکه سنی یه مقدار ملایم‌تره،
وهابی تندروتر است. این چرندیات، این تقسیم‌بندی ها مال شما هست. تندرو کندرویی رو شما درست کردید. یعنی اعتقاداتشون یکیه. بله، اعتقاداتشون یکیه. کسانی که شما وهابی میگید اهل سنی ترین سنیانن. کسانی که شما سنی میگید اونا صوفیانن غالبا. فریبتون ندن، نگن وهابی بد است و سنی خوب. زمانی ما سنی را میپذیریم که دست از ابوبکر و عمر و عایشه بردارد. دیگه مسلمان سنی هم همون وهابی است بلا شک. دست ابوبکر و عمر و عایشه و اصحاب پیغمبر و زنان پیغمبر بردارد، یعنی مثل شما تکفیرشون کند. اون موقع مسلمان نخواهد بود، رافضی خواهد بود. زندگی مثل شما خواهد بود. استاد دانشگاه اینه، واکنش دانشگاه تهران به خبر تدریس سید حدادیان در این دانشگاه. این رو یه روزخان مفسد و فاسد رو رئیس دانشگاه گذاشتن. شور کلم آخ خلم من بگولم الهی هیچ علاقکی توی گلا جانمونه توی گلا جانمونه تو من جدا شد که بابا زلیل بر جام نمونه زلیل بر جام نمونه اوز ما با این ناز و ادا این همه دنیا نمونه این همه دنیا نمونه آب امام ایلا دلو میکنه بس و بلا. این رئیس دانشگاهش، اونم مدیر سپاهش آقای رضایی که سر تا پا گلالود میکنه خودشو ادا و اطوار در میاره. سلام، آقای شریف نارویی. این از شهدای جمعه خونین است. بترسند کسانی که از دستور رسول الله صلی الله علیه و آله سرپیچی کنند. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. که در یک فتنه بزرگی گرفتار بشن، فتنه شرک، فتنه بدعت، فتنه معصیت، یعنی که عذاب علیم در انتظار آنهاست. این همه وعید را میشنویم، این همه تهدیدات را میشنویم که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله موضعگیری خطر ایمان است. ایمان از میرود. ما مسلمان باز همه اینا را میبینند، میشنوند. مذهب معضل شده است. مذهب برای ما یک معضل شده است که ما الان چیکار کنیم؟ به بنده خدای سوالی داشت از یک عالمی. معضل شده به این خاطر که به این تعریف که مردم معضلش کردن، اگر نه خود مذهب معضل نیست. خود مذهب اجتهاد خوبه. گفت مگر به حدیث پیغمبر علیه السلام عمل بکنم مذهب رها می شود، مذهب عمل بکنم حدیث رها می شود. جناب مفتی صاحب چیکار کنم؟ گفت مذهب بگیر، حدیث را رها کن. اعوذ بالله. یعنی پیغمبر را رها کن، اون مذهب اون که آخونده خودشون درست کرده اون بگیر. ایمان همین است. با این ایمان می توانیم در قلب جواب دهیم که و من نبیک، پیغمبرت کیست؟ تو پیغمبر داری دیگر نشناختی، به سنت پیغمبر عمل نکردی، به او ایمان نیاوردی، او را نشناختی، سخن او برای تو چنان ناراحت کننده است. وقتی میگید میگه این فورا یک تهمت به تو میزند. تهمت زدن به مردم بخاطر همین سخن الله و رسول رو برای مردم میگویم. و نه سخن الله و رسول امروز در جمع ما نباشد خیلی خوشحالیم. سخن فلان مولا باشد، فلان مفتی باشد، فلان حوزوی باشد، برای ما خیلی مبارک است.
اما وقتی سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاد در مقابل مذهب من باشد خیلی ناراحت میشم. این ایمان نیست عزیزان من. دعا کنید الله سبحانه و تعالی توفیق بده که ما حق رسول الله صلی الله علیه وسلم که در گردن ماست رو ایمان آوردیم، حق را بشناسیم، بدانیم، با جان و دل بپذیریم و اطاعت بکنیم که فردا روز قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم یه ایمان میگیرد که شما لا اله الا الله محمد رسول الله را خواندی اما رها کردی، به من توجه نکردی، به من ایمان نیاوردی، ایمانت از گلویت پایین نبود، ایمانت همین سر زبان بود اما ایمانت در قلبت به آخوندا و با مفتی ها و با قاضی ها و با اینها بود که اونا چی میگویند. خدا خیرشون بده، حرفش جالب بود. دوستان دیروز من به شما وعده دادم که این کلیپ رو تمام بکنم. آیه پسرخاله پهلوی احمد علی مسعود انصاری، ایشون با فکر کنم رئیس دفتر یا مشاور آقای رضا پهلوی بوده، یعنی خیلی باش نزدیک بوده. اون به سعودی رفته. این کلیپ 12 دقیقه. این کلیپ رو میذارم، بعدم خدمتتون خداحافظی میکنم تا فردا اگه خدا عمری بده. و در اون سفر آقای معینیان با